خیلی ضبط می‌کنی؟ سیب زمینی گونه هستن. دو دقیقه حرف زدم و دوربینم تصمیم گرفت که ویدیو رو ضبط نکنه. نمیشه این اینجا وایسه. یادم نمیاد چی میگفتم. چرا هیچ چراغ خاموش روشن نمیشه که من بفهمم؟ تیکه جلبک از من خیلی مفیدتر بود توی 2 روز گذشته. شبیه یک تیکه گوشت لخ یک گوشه بودم و هیچ کار مفیدی نکردم با زندگی. امروز قراره که سعی کنم مثل 2 روز گذشته نباشم. یعنی کل هدف امروز اینه که یک کار مفید حتی کوچیک انجام بدم که فکر میکنم همین که از جام بلند شدم و دوربین گذاشتم روی پایه و تلاش میکنم ویدیو بگیرم تا همینجا انجامش دادم دیگه. و اگه ضبط نکنی دیگه تمامه، میرم به زندگی جلبکم ادامه میدم اگه ضبط نشه. محمد ساسا. از اونجایی که دارم با گوشیم ویدیو میگیرم میکروفون ندارم، خودم باید داد بزنم. با دوربین ویدیو گرفتن واقعا سخته. بله قفله. چترم کوتاه کردم، خیلی ترسناکه. چقدر سیب زمینی گونه هستن. امروز خیلی شبیه سیب زمینی هم. شاید مشکل از آینه است. مشکل از منه. داشتم فکر می‌کردم که برم یه کافه و کارم انجام بدم، ولی احساس کنم هم توانایی تنهایی کافه رفتن ندارم. الان نمیدونم چه کنم، کجا برم. این تلقور واقعی من خیلی خوشگله، خیلی مواظب تنهایی کافه رفتن نیست. شما همه تنهایی کافه برید فقط.
فقط منم از اینجایی که 1% از این آرایش خوشم نمیاد یه زشت. اول پاکش میکنم بعد بریم قهوه درست کنم. این رو نشکتون برم خاطر اینکه گوشیم به بنا بره. بپوست کن. این خیلی قشنگ‌تر از چیزی که شما میبینید. نمیدونم چرا این شکلی میاد. اینقدر زشت. این شکلیه. پیر شدم. خب فکر کنم بقیه شب و قراره که کم سریال ببینم. سریال تکراری و کتاب بخونم. همین. گفتم که این ولاگو خیلی بیشتر از بقیه دوست دارم.